بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا محترم المسلم زمان سيد الأيام حج المصابين الجمعة هفت روز ماه رجب إن شاء الله خونستان دگری یک هفته کم دو دیگر ماه رمضان مبارک، ماه توبه، ماه احسان و جمعی کارهای نازه ماه حساب میشد. همون ماه به الله توفیق دهد. این روزه صحبت آموده درباره فرزند بعضی حقاش در تربیت پدر و مادر صحبت میکنیم. الله میگه قرآن کریم سوره شعراء 49 مرتبه استعوذ بالله لله ملك السماوات والارض يخلق من يشاء ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. یعنی الله میگه زمین و آسمان از الله است. الله خواهدگی چیزش خلق میکند و خواهدگی انسان به دختر میدهد و خواهدگی انسان به پسر میدهد و خواهدگی انسان عقیم به فرزند میدهد. اینا دیگه الله کارش حساب شده است. همون انسان به الله همون فرزند دوست است و انسان الله طاقتش حوی به رستنش میداند. الله یک انسان به معلوم عددی بسیار فرزند دوست است. الله و انسان همون تربیتش به همون انسان قادر بهش میداند و حوی به میدهد و همون انسان همون تربیت فرزند به لایق بدگیش به الله میدهد. چونکه روایت نکرده استعوذ بالله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یعنی الله هیچ کس به از طاقتش بیرون کارا بار نمیکند گفته روایت نکرده. demak الله هم موادانگی همون فرزندهایی که در خرامخ ماهد demak همون چیز به حد خدا نه. کمش زیادگیش بدنش نبدنش demak ما حوی به لایق نبودست. یک انسان یک بای بدنش یک انسان کمبغل بدنش هم از الله. همون کمبغل اگر الله مثل بای به ثروت دگری demak و انسان حوی ثروت و انسان از حد خدا برآمدنش و اشاره بدگیش به الله انسان به همین خیلی زیاده ملک نمیدهد. اینا ما از خدا میدانم. کلام انسان به که حد خدا را زندگی کرده کسب حلال افسوس که با کسب حلال کتی زیاده شد ملکش اگر به انسان حد خدا نرسد انشاءالله به ملکش بردوام میشد. مثل همون فرزندم از الله اومدگی نعمت از الله اومدگی امانت گفته قبول کردن نکار. صنعین آیت سوره طور 21 آیت الله میگه که استعوذ بالله والذین آمنوا واتبعوهم ذریتهم ایمانا الحقنا بهم ذریتهم ما الهنا من عملهم من شیء كل امر بما کسبت رهین. الله میگه که ما انسان های نازل اگر فرزند هم بریم و فرزند های هم حرمت اینها کرده در جواشت براشته میمونم. الله با یکان چیز وزنه نمیکند یکان چیز مشقت هم نمید است. این آیه تفسیر شده مفسران میگن که اگر یک پدر جنت در آمد فرزندش هم جنت در آمد اگر فرزندهاش از سبب بعض خطاهاشان درجه پست جنت غلطه نداری الله و انسانهای همون پدراشان مادراشان خرسند شود گفتن درجه همون فرزندم یعنی قفای پدر و مادر برده بوده است. هر شب جنتی فقط فرزند اون پدر کسبندگی منزل دنه و یاد الله من خیر حرمت همون عزتی پدر و مادر کرده همون جنت در پس درجه نمودگی انسان الله و انسان های تباشه برشته بوده است. برای همین
این فقط دنیاندagi شرف نه، روز قیامت اندام انشاءالله ما شرف میشه است، همون منزل مویا بلند شدن ما، این به الله هم خیلی بالا است. سوره آیات بازم از قرآن کریم سوره بقره 233 آیات اندام استعوذ بالله الله میگه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. یعنی على المولود یعنی همون برای اون تولد شدگی انسان با یعنی پدر با فرزند و مادرش رزقش رساندن در طبی همون پدر گفته الله میگوید و کسوتهن بالمعروف، هم خوراندن هم پوشاندن فرزند و عائله در گردن پدر بدنش الله فرمود. مناسبه واسه برای ما زایده شدگی فرزند مادرش ما نخواهم و ما زندگی نکردم، بعضا خیلی به تقدیر خدا جدا میشه دو همون فرزند تو همون بلاغت برسکنه نفقه همون فرزند و همون فرزند من یک حسابش و همون مادر بام حق داده سدن، این از نام شریعت است. نه به سبب به یمان چیز سالها پادافته برفته یکی یکان کار دلویا پیشکش کرده و های از نفقه داشتندگی انسان ها دارن که حد خدا و انسان ها ترسد از حد خدا بناموسد. ما فقط یک طرفش رو دفعه دامده خود است. عبدالله ابن عمرو ابن عاص اینه در بخواهش آنده علامه زمان بودگی تابعین این کس پیش ما بوده خیلی ما بحضر واقعی سسته ای استاذ من یک ماه مسجد بیت المقدس رفته عبادت کردن نیت کردم. خب ما اصلا برکند تو یک ماه در بیت المقدس بودگی در فرزندت که تی آیلت به تعام نمیمونند همین دا نشهر ما بکر دیگم نیفتیم اول اینا سوی حل کنو سنی عبادت و روانه شد یعنی گردن مومنانگی از مجبوریت ها سرمشده است، از سفرهای برای عبادت برآمده و از راه پیش نفقه عائلش تا آمدنش گوشتن آمدنش تامین کردن. خبردار بشیم بیا 3 سال شد 2 سال شد 1 سال شد من بعد بچه کدی خواننده شدم شوهرم بررسیم نه تلفن میکنند نه پول رسید میکنند نفقه فرزند ها خودم پیدامش کردم مرد کار کرد باشدم فرزندم پویسه هم همه خیلی حقای مرد کارم یک میگفتگی گپا های میگفتگی ناله ها آماز است. این خدا تلفن بردار زندگی با تلفن هستلیسه کسی همه خیلی 2 سال شد 3 سال شد یکی رسته برای داره تا آمدن شبام تیپل گسیب نمیکنن گسیب کنم بگه جا نمیستن ما قرض و مغازه من رسانه میخورن سانه آمده دیده میتین انا میخیل پدرها دوننگی گردنشانگی مجبوریت حرز بدگی نفقه اهلشانه تأخیر کسی هم این چیز دا به اعتبار میموندگی انسان از صفت مومنگری پر به همه نشایی انسان سامشده است. افسوس که همین خیل منزلنده همین خیل حالنده موندگی به شما های
إما دليل إمام أحمد رواية مكنا أصلح لو تجلكي قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضع من يقود در نزد الله و انسان گناهکار بودنش کفایه میکند دیگه یگان تا خطا نمیگی یگان جانده و انسان نقصانش نیست حوای اندم و انسان در نزد الله قطار گناهکاران نوستش به کفایه میکند ان یضع من یقود و انسان نفقش دادن لازم بوده که انسان به نفقه منادنش در نزد الله و انسان گناهکارش کفایه میکند است دیگه یگان تا جانده خطا نیست ایوات متشنده دیگه تقوی ما خدا در نزد الله ایونو همون بازدل ما خدا تحصیل لیکن ما یقول ما و این انسان های نفقه کردن ما لازم بوده که این انسان های پرتافته موندن ما گناهکار ما کفایه میکرد است افسوس نفقه و همین خیلی درجنده آخده بودم اینا نفقه فرزند نگفتگی فقط زن نگفتگی بعد بلاغت برسیدن پدر مادر کهنسال شود یعنی و این انسان های خرابی همون فرزند محتاج بوده وقتنده و این انسان ها هم نفقه دادن گردن فرزند فرض بود همه انسان ها هم سوش هم برای همین ما فقط فرزند دنیانگی همون خوی حوث باید برای نمایان کردن میکردگی همون احسان های راست و دروغ باید میکردگی همون حرکت های راست و دروغ باید مقصد دنیا نکردن ما حد خدا را زندگی کردن و مجبور ما چخیل از حد خدا بیاریم مسافت بسید جایی همون فرزند نفقش کرد همون تعذیه خانه هنده در مورد تعذیه بسار بتگی مکن هیچ کس نمیدون من نمیدونم نمیگود از 3 روز زیاده تعذیه نیست من تعذیه انسان خودش از خلصندی کندن نه وزله میگود اینه کنده شدن همون تعذیه نام 3 روز بود نگفتگی انسان نیست مهربان نشنندگی آدم نیست همون تعذیه نام از 3 روز زیاده کشودگی دسترخوان می اونجا صرف کردگی عمر می چیز می همش حق زنده بود حق فرزند بود حق پدر و مادر بود حق زن بود دیگه افسوس که ما از شریعت بیرون باشن هم یک انسان دلش گفته یک انسان خرساندش گفته همه خیلی بهده دسترخوان یک شفه همه چیزا نودرو بوده ایشه رسول خدا گرانده نجنه بیدونن نه کسی یا که حضور وقتا عرف شده بود که صلحای اخلانده خدا و شکر عمر رفتن امانه شد بیمارو شد تا عمر روی که خدا شکر کن کرده برای احسانی بودت بدنشه لیکن بعد عمر آمدنگی همون احسان هما حقیقی احسان درباره اینم ویکتم نکن جای همون صرف مواد یک کس دیگه میبردم شاید که این انسان قلبش به محبت اسلام جو شده شاید که باید خدا تست بشد شاید که باید عبادت به مستحکم بشد شاید که باید انسان هم دروغچه نبشد شاید که باید انسان هم عبدچه نبشد برای همه ایسان محترم مبلغ یفتنشه حسابش بدلی باید صرف کردگی نم جوشه آخر وقتنده همین چیز رو ما به هم داشت رفتیم هم خیلی احسان های
بیمانه نبیم احسان بیمارش نیستو ناوی احسان فقط دادن نه خام دادن های فقط آشکار نه پنهان دادنش هم های خام دادن و پنهان دادن باید دانه احسان هم ده رو میشه برفت یک جای احسان کنه دگری دو موی گفتن شود خود دی قبول نشده باید اسمی کنه خود دیشی نفهمده باید و آدم دلش برنده اصلش کردگی احسان هم غیر الله دیگر بنده هاش دانستنش و انسان به حضور نه در نزد الله های چیز منظور نه